مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مادرم سنگ صبور بیقراری های من، مرهمی بر زخمای دل تنهای من. مادرم دور تو میگردم عبادت میکنم، مادرم جای خودش عشقم صدایت میکنم. مادرم جانم فدای چهره معصوم تو، هرچه میخواهی بگو من نه نمیگویم به تو. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان، مخلصان عزیز جمعه تبریکاتی شهنان. امروز جمعه ما در دهه مهرآباد برای تبریک کردن به خانواده مراد خلمک حاضر هستیم. معلمه عزیز رحمت آورا لطافت معلمه را در جشن زادروزشان از نام فرزندان، از نام نبیره های عزیز تبریک کرده. این لحظه های زیبا را همراه شمایان با هم میبینیم. با ما باشد. با شبکه شهنان رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم زن و بانوان، مادران عزیزی، میرانکول عظیم، همه شمایان را به خانواده مراد خلمک خوش آمدن میگویم. قدمهایتان را نوری دیده تاج بر سر میخوانیم. این شام امروز مادر عزیز بهشتی خاندان و البته در حیات فرزندان هم مادر و هم استاد جشن زادروز دارند. معلمه رحمت و جشن زادروزتان مبارک باشد. لطافت معلمه را تبریک گویی آمدیم و نزدمان تکلیف میکنیم. بی‌ملال باشن اگر مرحمت. شد بالایک خواهشم شد، این شیرم تشویشم شد. آدم خواجه تلم، آدم خواجه تلم، جنت آدم فایده، آدم این وایده، میگه این بود فایده. آدم خواجه تلم، آدم خواجه تلم. معلم عزیز زادروز مبارک باشد. میلاد عمر را امروز جشن مولود خجسته را مبارکباد میگویم. از نام امشب تمام مهمانان، از نام فرزندان عزیز، از نام آلیم جانکه، فروخ جانکه، غنی جانکه، غالب جانکه، از نام سنتلدایت شما را تبریک میگویم. مادر مهربانی من، مادر غمخوار و غمگسار من، فرشته خاندان ما، فرشته نه، از فرشته هم بالاتر، چرا که فرشته هم خطاگی های ما را، هم کارهای ثواب ما را یک کلمه نویسد. مادر باشد خطاگی های ما را پس سر میکند. دوست می‌داریم شما و البته امروز جشن زادروزشان است. همین دنیا، همین حیات را نمیفهمم که
چرا مادران را چنین با مهر و محبت پرقوت با وای رسانده باشد؟ مادرم را دوست می‌دارم. مادر جان عزیز همیشه صحت سلامت باشید. میخواستم کمی باشد از آن دستان نازنینتان بوسه زنم، در بغلشان نشینم و از بوی بهشتیشان نفس گیرم و از چشمان نازنینشان سفر کنم به کودکی ها، به دور و زمان بیغمی زندگیم. برای ما پدر مادرم مهنتی حلال کردند. مهنتی حلالشان که ما را به وای رساندند. البته ما را از هیچ کس کم نکرده صاحب بخت، صاحب کسب و کار، صاحب معلومات کردند. مادر جان عزیزی من طول 35 ساله استاژ کاری دارم در مکتب. همچون رئیس زنهای دهه همین میرانکو کار کردند و همچون دیپوتات نیز در همین جامعه ما در جمهوری ازبکستان عزیزی ما خدمت کردند. السلام علیکم. مراد خلوان جشن زادروز مبارک. امروز روز تولد را مبارکباد میگیم. الان با نزد معلمان شما نزدیکتر هستید. یک تا راه کشیم برایشان. پیشکش گذاریتون. پیشکش خاندان از آن شماست. مرحبا. همیشه صحت سلامت باشید. میگویند اگر خواهی شوی سرور دعاگیر از پدر مادر، بیابی بام و نامادر دعاگیر از پدر مادر. سیاه ابری همه غمها پریشان می شود هر سو، بخندد وقتی تو یکسر دعاگیر از پدر مادر، دعاگیر از پدر مادر. امروز مراد خلوان معلمای عزیز، فرزندان عزیز میگویند ما دعای نیکی پدر را مادر را گرفتیم، به این درجه ها به این آرزوهای دل رسیدیم. به نزد خداوند کریم از همه دعای مستجاب شونده این دعای پدر مادر بوده است. حیات پستی و بلندی ها دارد. هر باری که در پستی های زندگی دچار می شویم پیش پای پا خوریم و غلط مگر خداوند کریم چنان از آن دشواری ها ما را بیرون می کند. خدا با شکر میگیم که با دعای نیکی پدر، با دعای نیکی مادر سرسبز گشتیم. پدر عزیزی من، پدر مهربانی من، طول چندین سالها همچون خادم الکتریسیته کار کردند. تنها مهنتی حلال کردند. مهنتی حلالشان که همراهی مادرم یلکه ایستاده یک جای ما را با وای رساندند. همه آرزوهای دل ما را جامعه عملی میکردند. برای پدر عزیزم رسانید که در دو دنیا سربلندم از دعایت ای پدر. من کتابی نابی پندم از دعایت ای پدر. یک قدم از گفته‌ات بیرون نماندم پای خود، نزد یاران ارجمندم از دعایت ای پدر. تا تو باشی در برم چون کوهسارانی دیار، از بلندی ها بلندم از دعایت ای پدر. دعای اینه که پدر را مادر را گرفتیم، هزاران بار شکر، همه آرزوهای دل برسیدیم. کمی باشند امروزه صاحب جشنهای ما فرزندان را ترساندند، دیگر هیچ وقت نترسانند. همیشه صحت سلامت گردند، هیچ وقت سرشان درد را نبیند و همان جاگه بیماری را نبینند. همیشه صحت سلامت در سر فرزندان گردند. معلمه رحمت و جشن زادروز مبارک. شما طول چندین ساله جان فداکارانه برای نسل نورس علم، تعلیم، تربیت دادید و البته از پشت همه فرزندان فقط حضور و حلاوت دیده گردید. برای مادر میگویند تو هستی در شب تاری دلم مهتاب مادر جان. نباشی دل شود یک خلطه زرداب مادر جان. اگرچه زندگی کرده است دل سنگم، ولی به تو دل سنگم شود از دوری هایت آب مادر جان. سرفرازت کنم در چشم خلقی روی دنیا من، زی تو آموخته فرهنگ و هم آداب مادر جان. دعا کردی سخندان باشم و شعر و غزل گویم، شود با هر دعایت شعری من جزاک مادر جان. امروز روز خجسته را زادروز را برای شما مبارکباد میگیم. البته پیش از همه برای هم پدر هم مادر چقدر که فرزندان آرزو کردند، البته علیم جانکه، فاروق جانکه، غنی جانکه، غالب جانکه، سنت لدایتی آرزو کردند که خداوند کرم و آرزوهای نیکی ما رساند و ما همین پدر مادر را، والدین خاندانمان را به زیارت کعبه الله
به زیارت خانه خداوند کریم فرستانیم و حاجیانم و حاجی بابا کنیم. در این خاندان های زیبا حج آشها کنیم و در 120 سالگیشان باز انامخین جشن را، جشن زادروز را جشن گرفتن نصیب کند گفته برای شما کتابی قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است پیشکش میکنیم. صد رحم بکشید برای امروز صاحب شما. البته برای معلومه عزیز، برای مادر مهربان گلدسته زیبا داریم. تقدیم میکنیم یک تا گلدسته ها را مرحمت. جشن زادروز مبارک. معلمه رحمت ها، این گلدسته ها هم واش از نام مراد خداوند بهر شما همیشه صحت سلامت باشید. جمعی پیری و دولت پیریت یادو در سری فرزندان سایبان شده گردید و البته امروز آن آرزوها را عملی میگردانیم. یک جای برای هر دویتان، فقط دویتان، نبیره فرزندان را همراه نمیکنیم. یک جای شیرینی را میبریم. بگذار در دم پیری انم خیل هم جویا این خیلی لحظه های زیبا را برگزار کردن نصیب کند که بر همه شیرینی را یک جویا پیشکش میکنیم. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. مبارک باشد، زادروز مبارک. مرحمت معلمان در جایم هر جای ما شیرینی را میبریم. Понедельник или среду, мне без разницы приеду, потому что день особый на того календаря. Хоть на массе, хоть на مبارک باشد، زادروز مبارک. и до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя мою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. مبارک باشد. Ни Пушкин, ни Есенин. مرحبت معلمان. انا دورهای جهانی بخواست آمد. مبارک باشد. Но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье. هزار رحمت تشکر میگویم. و البته از مهمانان التماس میکنیم بلند یک رو دراز کنیم برات خواهد یک تبریک بگیم. مرحبت. Avvalambor assalomu alaykum mehmonlar. Kechqurun xizmatkor, shuma artistlar va videochi barcha hamsoyalar ham vaqt sog' bo'lishib, rahmat va mohiyatlar. Kampiman bo'lib vaqt sog' bo'lsa-da, boboy bachor nevardosh. سلام علیکم مهمان عزیز، خوش آمدید به درگاه خواهرم پادشاهمان. امروز روز خوشبختی، روز زادروز. هر دیگه با این روز تبریک مبارک باد بنمایم. بگذار دائما شاد و خرم زندگانی کنند. در آیلهشون هم وقت تنجی تنیسیتی خاطرگی جمعی باشد. ما آیله خالقوف ها
آیله زیایان هستی. البته با اون پدر و مادری که با همه رو با بردن، با اون استادانی که تعلیم دادن جاشون علم در جنت شد. همه ما فخر میکنیم که پداگوگ یعنی تربیتچی هستیم. از دست ما چند شاگردا برآمدن، از وی ها چندها خلق استفاده و خدمت خلق کرده میگردن. من یکی از خواهران ما در دهه اهالی هستند، چند استادا دارند، چند شاگردها دارند. نهایت خلق اهالی در مرکه‌هاش میبرن، همه خیلی حرمت میکنن، همه خیلی عزت میکنن. ما البته باید کسب خودمون باز تکرار میکنم که فخر میکنم. از نام هممون با این استاد سخندان، با این فرزند اهالی که این هم تربیتچی، این هم معلم، چند شاگردان دارد. البته پدری نارباوا با اتاقشان نیست. پدری من کردی اینها در وقتی جنگ چنان خدمت ها کرده گستیم در محله اهالی. اگر نارباوا مشهور بود در محله میراخان پدری من مشهور. بازیشون نهایت دوست بودن اینها. ایلهم عمره کشته راست حضور بچه کدونه بید. همین چشتگاه هم یک کدونه فرزند کار. خب ایلهم همه من همین رو برم خوشه پیر شوید الهیم خداوند کریم. به هم مردم معلوم که پدر و مادر من چنان دخترای خواننده با همین خیلی ایگیتا دو دسته برای همین هم من هر یک پنسه بیام هم وقت بگم ایلهیم در قبر پدر و مادرم نور برادین استازام کردیم. آره من ما مینت کردیم شما به حضور پول گفته بیت شوخی میکنم. البته همه ما برای فرزند ها میکنیم. ایلهیم سال بزن سلام بچه گوشه بره با میگم ساعت بدرد ایلهیم همین جشنگاه همین روزگاه هم یک کدوم ایلهیم نصیب کنیم. برای دقت و رحمت. سلامتی مهمان عزیز خیلی تبارک. من امروز مناسبت روز یادگاهی خواهرکم لطافت جمع اومده. من میخواهم که خواهرکم لطافت رو به یادگاهش تبریک و مبارک بگم. برای عمر دراز، رزق فراز آرزومندم. هر وقت و همراه مراد کوچم کوشک پیشن حضوری برای چپکاشون بیدم. مهمانان و مهمانان گرامی، شتوله که به شمایان معلوم است سببگار امروزه نشست ما زادروز خواهرک عزیزم و لطافت‌های مبارک. من شخصا از نام خودم، شخصا از نام اهل و عائله‌ام و شخصا از نام هم اولاد رحمت پا اینها لطافت رو پوچم رو با این روز نیکروزشان تبریک و مبارکباد نموده و اینها عمری درازی چون کوههای مراقب مستحکم آرزومندند. و اعتبارتان رحمت. امروز آیت من روزی تولد شد. الهی باید چون به درد شوید، بیرند شوید و صد بداره. بزرگ علاقه بچه کتونه کنید. نیوانتونه دخترتون. سلام علیکم مهمانان عزیز. هم تو بچه های خود که از دانشده من امروز در روزی یانگران و اکم نشستم. من امروز دایر روز بزرگیشان و اینها عمری دراز، رزق فراز، صحت سلامتی بر دوام آرزومندم. من دستای بلای خودم در سر مامان هم است و سلامت باشم. صد بدارتون. مرحبا. سلام علیکم مهمانان گرامی قدر، خواهران عزیز. من امروز در این درگاه بزم است. روزی زاد، روزی برادری عزیزم مراد جان و خواهری شیرینم لطافت‌های می باشد. من از نام تمام اهل اولاد هر دوی اینها را با زادروزشان از ضمیر قلبم تبریک و مبارکباد می نمایم. و اینها صحت سلامتی عمری دراز آرزومندم. تمام خوشی‌های زندگی را برای اینها میگویم که تمام خوشی‌های زندگی نصیب هر دوی همینها شود.
خواهر خواهر بجان برابر خواهر، خواهر خواهر بجان برابر خواهر، پس از مادر نشان مادر خواهر. خواهرک عزیزان، الها در سر فرزندان با همراهی انمین پرچم همراه پیرایی به دولت شیطان، چون آفتاب با شیطان و نورهای گرم خود را در سر فرزندان در سر نبیره ها پاشیده گردید. در طوله انمین خواهران ساق و سلامت باشد. الها همه اش بر قفا ماندگی باشد، بمانند همین آهو چالاک و چقان ره گردید. صحت باشد. میگویم که روزی بدی شما همین خیر شود دائما در آغوش فرزندان باشد. به همین 4 چناری بلند خود 4 عروسی نازنین خود با دخترک مهربانتون دائما شادانه زندگی عمر به سر بریتون. فرزندان شما نیست هم خیلی که شما همراه پارچام اخلاقانه زندگی کردید، نصیب امین فرزندانم همین خیلی زندگی اخلاقانه شد گردد. ای خواهر جان زادروزت مبارک باشد، ای خواهر جان زادروزت مبارک باشد، پیشی بغلت نبیره و عبیره ها قطارک باشد. و میگویم که همراه پیر شویتون چو سعدی پیر گردید هم نبینه، چو حافظ شاد باشد هم نبینه، چو سینا عاقل و فرخنده باشد، چو جامعه بردیل و بردیده باشد. برای دقتتان تشکر. الها 120 ساله شوید. همین وقت یک الهام اومد. این یارک ما شده کوچگی، این جانک ما شده کوچگی، با نزدکت نمیرون میگه افتکت پیرکی، با نزدکت نمیرون میگه افتکت پیرکی. ای یارک جان نگاه کن بر آینه، ای یارک جان نگاه کن بر آینه، ببین که خودکت از من بدتر. برای بکنم هزار رحمت تشکر. معلمه های عزیز، مهمانان یالی قدر، هزار رحمت میگیم. و البته فاروق جانک مرحمت یا توی نازنه برای پدر مادر. برگی سفید بوی معطر دارد، خودش دولتی آن کسی که مادر دارد. خوشبخت بود هر آن که دارد پدر، خوش عمری کسی هر دو برادر دارد. مهمانان خوش تبارک جیانوی دادم بیم شما دید در دوی پدر داد. دوی همینا هم وقت صبح سلامت باشند دستری ما، دستری نیبرو، دستری خوش تبارک اکای کوشون، خواهروشون، داداروشون صبح باشند. رحمت تشکر. و البته از زبان فرزندان، از نام فرزندان در اینجا جامعه از بحر پدر شکرانه گفته، برای هستی اشان شکرانه گفته، جامعه ها را میپسانند. کس میتونه تشکر. Улетает время и придут года, бурной молодость воротится моя, под восточным солнцем добрая душа, и судьбой играл в орешку и орла.
اکرام مادران عزیز، زنبانوان، خشت تابان نزدیکان، شما را باید با رقص و بازی تکلیف کنیم. امروز یک دو جشن زادروز را جشن گرفتیم. باید یک جای رقص و خرسندی کرده امروز بزم را با یک درجه اعلی گذارانیم. مراد کلامک زادروز مبارک، معلم رحمت و جشن زادروز را مبارک باد میگویم. مرحمت سرودهای شوق برای شمایان. می رقصیم، خرسندی میکنیم. شما معلم عزیز، از نام فرزندان، از نام کلین ها نیز انگشترین طلا دارند تقدیم میکنم و افتخار مادر عزیز یک جای میز کنند. مرحمت. زادروز مبارک. اکنون مرحمت مادران عزیز، در باد و هوای تازه و فارم میرانپور عظیم یک جای میرقصیم، خرسندی میکنیم، دور آرایی میکنیم. مرحمت سرودهای شوق یک جای میرقصیم. Beni
بی تو شب من تاریکه با من باشی عشقا تو یادم تیکه به یاد تو هاشم آسومی ندیسم جای تو تو قدم داریه عزیزم جیگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دار من مهراب میشه شبای من جیگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دار من مهراب میشه شبای من شب من تاریکه با من باشی عشقم رویا آموزیکه به یاد تو هاشم آسونی ندیسم جای تو تو داری عزیزم جیگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دیدار من با به پوشن شبای من جیگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دیدار من با به پوشن شبای من تو دنیای من به تو کردم وقتی من عشق خدا از تو شکایت کردم دستش دولت ننم شب تو را میخوندم تو من قابل گفتی که بهار میموندم جیگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من Bastayı buyurma, kuşayı buyurma, sabisi bol. Kuşayı buyurma, bastayı buyurma, kuşayı buyurma, sabisi bol. Bastayı buyurma, kuşayı buyurma, sabisi bol. شب من تاریکه بابت باشی عشقم دنیا رو تیکه به یاد تو هاشم
ناسومیدیسم جای تو قلبم تاریخ عزیزم جگر من سر من شب و بیا بسوی من رویای من دیدار من مهتاب خوشگل شبای من جگر من سر من شب و بیا بسوی من رویای من دیدار من مهتاب خوشگل شبای من اینک بیننده های عزیز در خانواده مراد قلمک مهمان شدیم. معلمه که استاد صاحب کسی پرشرفترین را در جشن زادروزشان پدر عزیزی خاندان را در مولود خجستهشان تبریک کردیم. از نام فرزندان عزیز این لحظه های زیبا و تاریخی را جماعی ما پیشکش کردیم. البته پیشکش مخلصان، پیشکش تماشابینان عزیز. با ما باشید، با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید. رحمت، سلامت باشه. سلامت باشه.